اسرار خودی. در بیان این که حیات خودی از تخلیق و تولید مقاصد است. زندگانی را بقا از مدعا صد، کاروانش را درا از مدعا صد. زندگی در جستجو پوشیده است، اصل او در آرزو پوشیده است. آرزو را در دل خود زنده دار تا نگردد مشت خاک تو مزاره. آرزو جان جهان رنگ و بوست، فطرت هرچی امین آرزو ست. از تمنا رقص دل در سینه ها از تاب او اینه ها. طاقت پرواز بخشد خاک را، خضر باشد موسی ادراک را. دل ز سوز آرزو گیرد حیات، غیر حق میرد چو او گیرد حیات. چون ز تخلیق تمنا بازماند، شهپرش بشکست و از پرواز ماند. آرزو هنگامه آرای خودی، موج بیتابی ز دریای خودی. آرزو سیل مقاصد را، کمند دفتر افعال را شیرازه بنده. زنده را نفی تمنا مرده کرد، شعله را نقصان سوز افسرده کرد. چیست اصل دیده بیدار ما، بست صورت لذت دیدار ما. کبک پا از شوخه رفتار یافت، بلبل از سعی نوا منقار یافت. نی برون از نیستان آباد شد، نغمه از زندان او آزاد شد. عقل ندرت کوش و گردون تاز، چیست هیچ میدانی که این اعجاز چیست. زندگی سرمایه دار از آرزوست، عقل از زاییدگان بطن اوست. چیست نظم قم و آیین و رسوم، چیست راز تازگی های علومه. آرزویی کو به زور خود شکست، سر ز دل بیرون زد و صورت ببست. دست و دندان و دماغ و چشم و گوش، فکر و تخیل و شعور و یاد و هوش. زندگی مرکب چو در جنگاه باخت، بهر حفظ خویش این آلات ساخت. آگهی از علم و فن مقصود نیست، غنچه و گل از چمن مقصود نیست. علم از سامان حفظ زندگی است، علم از اسباب تقویم خودی است. علم و فن از پیش خیزان حیات، علم و فن از خانه زادان حیات. ای از راز زندگی بیگانه، خیز از شراب مقصدی مستانه خیز. مقصد مثل سحر تا بنده ای ماسوا را، آتش سوزنده ای. مقصدی از آسمان بالاتری، دلربایی دلستانی دلبریه. باطل دیرینه را غارتگری، فتنه در جیبی سراپا محشری. ما ز تخلیق مقاصد زنده ایم، از شعاع آرزو تا بنده ایم. लिंक अल्फाज पर एनालिटा इन्फिनिटी में रूह के दोस्तों के साथ मुलाकात और हिकमत दरियाफ्त करने के लिए जाएं। नई आयात की इत्तलात हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हकीकी मोहब्बत और आज़ादी बढ़ाने के लिए लाइक और शेयर करें।